حسن روحانی تاج‌زاده، آیه زیبا کلام، این تیکر رو تو رو خدای خود گوش کنید. این توان موشکی قابل مذاکره نیست و غلط میکند. داخل پرانتز از خودم میگم، حسن روحانی و ظریف، کسی بخواهد، پرانتز بسته، حالا حرفای آقای حاجی زاده، کسی بخواهد در این زمینه مذاکره کند، غلط میکنه کسی در مورد موشکی چی؟ مذاکره کنه. اجازه مذاکره درباره توان موشکی به هیچ مسئولی داده نمی شود و این خط قرمز هیچ مسئولی. حسن روحانی، ظریف، بدانید، غلط نکنید برید توی منطقه، توی چه میدونم ژنو و در ژنو مثلا یه دفعه جان کری رو ببینی بخوای مثلا آقای ظریف معذرت میخوام از بینن چوسی بیای براش، آقا من اختیار مسئله موشکی رو دارم مذاکره کنیم.